سلام دوستای عزیز، وقتتون بخیر. من پویا جوکارم و اینجا اپل سنتره. من یه تعمیرکار آیفونم و میخوام امروز 2 نکته مهم رو از دید یه تعمیرکار آیفون باهاتون به اشتراک بذارم، واسهتون کامل روشنش کنم. یکی اینکه اگه گوشیتون آب خورد، رطوبت خورد، بعد چه کاری رو انجام بدید، و دوم اینکه میگن گوشی آیفون اگه باز بشه دیگه مثل قبل نمیشه. آیا چنین چیزی واقعی، صحت داره، داستانش از چه قراره؟ اول اینکه اگه گوشی رطوبت بخوره، آب بخوره، بدترین آبی که میتونه آیفون رو از پا در بیاره و کلا هر دستگاه الکترونیکی رو بهش آسیب بزنه، آب شور دریا. و برای گوشی آیفون شما هم بدترین آب شور دریا. اینو در نظر داشته باشید. ولی حالا فرض میگیریم که گوشیتون افتاده توی آب دریا، باید چه کاری رو انجام بدید؟ اگر که افتاد توی آب دریا، بلندش کردید و خاموش بود، به هیچ عنوان هیچ کدوم از دکمه‌هاشو فشار ندید، به هیچ عنوان توی شارژ نزنیدش و مستقیما ببریدش پیش یه تعمیرکار موبایل تا کاراشو براتون انجام بده. و به هیچ وجه، بازم میگم به هیچ وجه سعی نکنید که خودتون روشنش کنید تو شارژ بزنید، چون نه تنها که درست نمیشه بلکه خرابی بیشتری هم براش به وجود میاره. ولی یه موقع میفته توی آب دریا، توی استخر، بلندش میکنید میبینید که روشنه. خب الان باید چه کار کنید؟ اولین کاری که میکنید، اگه حوله گرم دم دستتون دارید، بذاریدش توی حوله گرم و آبش رو کامل خوش کنید. دومین کاری که میتونید بکنید اینه که سشوار رو بذارید روی گرمترین حالتش و بذارید روی بیشترین پرش بادش و از تمام سوراخ‌های گوشیتون سعی کنید با سشوار حرارت بدین. به مدت 10 دقیقه این کار رو انجام بدید. ولی یک جا نگه ندارید، دستتون رو بچرخونید و در واقع کل گوشی رو داغ کنید، کل گوشی رو گرم کنید که سریعتر اون آبی که داخل گوشیتون رفته بخار بشه و از بین بره. اگر سشوار هم دم دست نداشتید، از آفتاب میتونید نور مستقیم آفتاب کمک بگیرید. 40 دقیقه نیم ساعت بذاریدش روی نور مستقیم آفتاب و بعد از اینکه خشکش کردیم، اون موقع میایم عملکرداشو تست میکنیم. و این موضوع هم خیلی مهمه در نظر بگیرید. اگر که گوشیتون قبلا باز شده، ببریدش پیش یه تعمیرکار موبایل تا واسهتون یه سرویس انجام بده، بازش کنه. اگه قبلا باز شده دیگه اتفاق خاصی نمیفته دیگه. 2 پیچ دارن آیفون ها پایینشون که 2 پیچ رو خودتون هم میتونید این کارو انجام بدید. حالا شاید یه روز براتون آموزشش رو گذاشتم که یه سرویس کلی بخواید انجام بدین، کار خاصی نیست. تعمیرکار موبایل ببرید. چرا؟ خب با دقت میکروسکوپ داره، بیشتر LCD رو جدا میکنه. شما نهایت 2 پیچ پایینو باز کنید، گوشی هم باز کنید، یه اسپریناید داخلش بگیرید. اسپریناید خیلی مهمه. اگه اسپریناید هم دم دستتون داشتین، گوشیتون افتاده بود تو آب و روشن مونده بود، توی تمام سوراخاش اسپریناید خشک ازش استفاده کنید که توی یکی دیگه از ویدیوهام استفاده کردم برای جرمگیری آیفون. لینکشو میذارم بالا، اگه خواستید روش کلیک کنید و نگاه کنید. پس این کارا رو انجام بدید. شد چی؟ میفته تو آب، از آب درش میارید، میبینید روشن یا خاموش. اگه خاموش بود به هیچ عنوان دکمه رو نمیزنید، میبرید پیش تعمیرکار. اگه روشن بود، باز 2 حالت داره. این کاری که بهتون گفتم، حوله و سشوار، این کارا رو انجام میدید. اما اگر که گوشیتون قبلا باز شده بود، باز هم میبریدش پیش یه تعمیرکار، بازش کنید، یه سرویس واسهتون انجام بده. اگر که باز نشده بود، عملکرداشو تست کنید و ازش استفاده کنید و شانس آوردید. اما یادم رفت بهتون بگم، گوشیایی که فیس آیدی دارن، اگر که سشوار خواستید بگیرید روی گوشیتون، تیکه بالاش رو یکم کمتر از بقیه تیکه‌ای که دقیقاً اسم میگیرید دم گوشیتون، از اون سوراخ خواستید با سشوار حرارت بدید، کمتر از مثلا بخش سوک چارج این کار انجام بدین، چون فیس آیدیتون، قطعه فیس آیدیتون اون تیکه است و باعث میشه یه موقع به فیس آیدیتون آسیبی وارد بشه. و در نهایت اگر که خوشبختانه هیچ اتفاقی برای گوشیتون نیفتاده بود و فقط صداش به مشکل خورده بود، باز با استفاده از یه برنامه‌ای هست که ویدیوشو ضبط کردم و لینکشو باز میذارم بالا، کاری که میتونید انجام بدید اینه که با استفاده از اون برنامه، آبی که داخل گوشیتون رو رفته هم به هر حال خارج کنید، آبی که توی اسپیکراتون رفته. موضوع دوم اینه که آقا اگه گوشی آیفونتون رو باز کردید، آیا دیگه مثل قبل میشه باز کردید؟ منظورم اینه که برای یک تعمیری چیزی باز کردید، یا حالا آب خورده بود، تعمیرش کردید، باتریش، دوربینش، هر چیزی بازش کردید و از حالت فابریکیش خارج شد، دیگه آیا مثل قبل میشه یا نمیشه؟ بهتون میگم که آره، چرا که نمیشه، اما یه سری تفاوت‌ها داره. اول از همه، اگر پیش یه تعمیرکار مثلا میگم دوربین و باتریش با هم دیگه خراب شده، LCD و در پشتش با هم دیگه خراب شده، اگر پیش یه تعمیرکار خوب برید و استاندارد واسهتون تعمیر کنه، استاندارد گوشی رو جمع کنه، ببنده، باز کنه، ببنده، هیچ اتفاقی برای گوشیتون پیش نمیاد که دیگه آقا هر دقیقه یه جاش خراب میشه. نه، اصلا چنین چیزی نیست.
فقط تنها فرقش اینه که اگر گارانتی داشته باشه دیگه گارانتی نداره گوشیتون و خاصیت ضد آبیش هم از بین میره. خاصیت ضد آبی و ضد گرد و غبار گوشیتون رو هم از بین میره. و مثلا اگر از گوشیتون 6 ماه 1 سال استفاده کنید خوبم خیلی واشر کشی نشده باشه، چون بعد از اینکه تعمیرکارا باز میکنن گوشی رو و میخوان ببندن میتونن یه چسب واشر کشی بندازن که یکم حداقل گرد و غبار کمتری نفوذ کنه به داخل. ضد آبی از بین میره اما حالا حداقل یکم گرد و غبار کمتری به داخل خود گوشیتون نفوذ کنید. خب همین بود 2 تا داستانی که گوشی آب بخوره و گوشی باز بشه داستان از چه قرار میشه و چی میشه. لطفاً لایک کنید، کامنت واسم بذارید و ازم حمایت کنید، سابسکرایب کنید و خیلی مخلصیم. فعلا خدافظ.